سلام بچه ها، چطورین؟ خوبید؟ چرا امروز اومدیم با یه 405 شوتی بریم بار قاچاق، یعنی نه همونطور این قبلا بار قاچاق و اینا با عزامی و اینا تنهایی و اینا. ببخشید. این ویدی بار قاچاق دقیقا قسمت اولش هم هست. دقیقا بریم ویدیو قبل رو نگاه کنین، بعد بیاین این ویدیو رو نگاه کنین. ممنون میشم ازتون. بریم که بریم. ماشین هم همونطوری که میبینین دندهیه، برای قسمت ها دندهش کردم. این حالا پرش کردم ماشین ها. باید بریم فرودگاه بارمون رو تحویل بگیریم، چون بارمون رو حسین بارمون آورده از شهر دوم، سوی شهره آورده برامون، باید بریم تحویلش بدیم. اینجا حالا کجای فرودگاه است؟ بچه من یه دقیقه زنگی بزنم. اوکی یعنی آره میدونم قربونت، خدافظ. بچه بهش گفتم که کجا، فهمیدم الان دقیقا کجا. گفت من رفتم ولی بارا رو برات گذاشتم ببرشون. سکوی آخره نکنیم دقیقا همینجا که چرا خاموشه. تو فکر کنم پای گذاشته تا پلیس ها نبینن. ای جانم. و بچه بارم بزنیم. بارم زدیم. دفترنامه اونا دیگه نمیخواد، خودم بلدم. درمین بریم. نین دمش کم. بریم که بریم. بچه دقیقا اون طرفیه جاده بود. اینجا پاسگاهی بود. حالا بعد از جاده اومدم که پاسگاه نیاد جلومون و بارامون رو نگیرن. ماشینم اندازم پارکینگ. راستی بچه ماشینی که درستش کردم پارسیلیکس، اونو انداختنش پارکینگ، چون که خیلی از شناخت باش دستی میکشیدم. این مگه داخل اون جاده نبود؟ این پاسگاه مگه داخل جاده نه؟ اون جاده نبود. داداش این ماشین رو من اندازن دیگه داخل چی؟
وای فکرم اومدن. بریم داخل اون جاده. داشت مگه اون داخل اون یکی جاده نبود؟ زود تختش کنیم بریم نگیرنمون. وای فکر شیبش خیلی بده. شیبش خیلی بده. وای ای بیست ندارم ماشین داره ولی ترمز زیاد نمیگیره چون شیب زیاده محکم نمیگیره ترمز. بچه که داخل همین شهرکی احتمال داره پلیس زیاد بندازن داخل. دیگه نمیتونیم در بریم از این شهرک. نمیدونستم. چه پاسگاه اونه ها مشویسین. مراتون فلای زده. دقیقا همینجا. اینجا نه هستین؟ همینجاست دقیقا. این ساختمونه. این ساختمون پاسگاه است. بریم که بریم. آقا تو پیش دارم 100 تا میرم تو پیچ. اولوک اوه ماشین چپ کرد. ای جانم ماشین سارمه. ماشین دوزام داره اگر پلیس بیاد راحت لیش میکنیم با دوزام. ولی خدا کنم داخل چی سب پلیس نه داخل اینا. بچه این 17 قسمت دارم سعی میکنم که 17 قسمت بذارمش. ماشین گفت بنزین نداره بذار بریم بنزین بزنیم. بریم. یکی ما خاکی بریم مشکلی نیست. اوه الان کم برم این طرف. برو بالا. محمد بوده که گرفتارمون محمد. وای حاجی. حالا هرچی خب بچه ها زنگم زدیم بریم که بریم. خدا کنه پلیس نیاد. من ندیده باشه جو باشه مثلا از جلوم سایه است که شوتیه.
سرعت 200 تا. اولوک اولوک اولوک. یه اسپات میکنیم اشکال نداره. من نقطه شهره پایان قسمت اول دیگه، اینجا آخره. چون که قراره بارامون اینجا بزنیم. دقیقا همین بالا بری جانم. نیفت نیفت نیفت. بدبختیمون همینه. برو بیفته اینجا، حداقل بیفته. دوباره یه اسپوت دیگه. خب دقیقا همینجا میریم بالا. خیلی باید احتیاط بزنیم که ریدیم. بچه دروبرم هم خیلی شلوغه. الان دیگه پایانم قسمت. یعنی بالا همینجا دیگه بالا رو میذاریم. خب دیگه بچه ها بقیهش با من مرسی که اونجا ویدیو با من بودین. لایک سابسکرایب بهتون نره و تا ویدیو دیگه، یعنی تا قسمت بعدی، خدا حافظ.